افغانستانی عزیزم، اوریافر ملتم، سرزمینی بگزندم، عالمی بحر و برم. چشم دل را وا نمودم بس که در آغوش تو، جاویدانی سرپناهم، جاویدانه مادرم. گرمی خونم تپیدنهای جان از عشق توست، تاجیکستان سرواسا سایبانی بر سرم. خاک و سنگ و سبزه و آب و هوایت همدلم، ای بهشتی در زمینم، رهنما و رهبرم. در دل خرد تو مهر خلق عالم جا شده است، نام تو ورد زبان جمله ملت ها شده است. گشت میراث نیاگان افتخارت ای وطن، تاجی که با ننگ من تاج سر دنیا شده است. تاجیکستان خانه مهر و تمنا زنده باش، صاحب اقبال گشتی خرم و فرخنده باش. کام ما را میوه صلح تو شیرین تر کند، تاجیکستان بر سر ما تا ابد پاینده باش. خودشناسیت مبارک تاجیکستان، خویش را دریافتی چون آل سامان. پرچم مهرت به گردونها رسانیم، همچو فرزندی به ننگت مادری جان. خودشناسیت مبارک تاجیکستان، یک جهان میراث داری از نیاگان. تو به رغم قسمتی خود مرد بودی، تاج و تختت را تو آوردی به سامان. خودشناسیت مبارک تاجیکستان، کرده جا در سینه ات قومی پریشان. یک زبان و یک دل و یک روی باشند، رشت و ختلان و زرفشان و بدخشان. خودشناسیت مبارک تاجیکستان، خوشتر از بختت کسی را نیست ارمان. تخت بر جا، تاج بر سر، جاویدان زی، کرده پیدا به عالم شهرت و شان. خودشناسیت مبارک تاجیکستان. راستی گپ اصلا من نه شاعره شدن آرزو داشتم و نه به یگان مقصد خودم به دست گرفتم. من خوب در خاطر دارم وقتی در صنف 8 مکتب میانه تحصیل میکردم، استادی بسیار سختگیری داشتم. از یاد کردن داستان جان شیرین استاد میرزا ترسنزاده را سپارش دادن هنگامی در صنف 8 بودن، یعنی من 15 ساله بودم و همان داستان رو من از یاد کردم در مدت یک هفته. این 486 مصرع بود و باور کنید بعد از همه خود به خود به شعر گفتن آغاز کردم. شاعره نزاکت عالیم را دیر باز میشناسم. این کس یک شاعره خیلی خوش سلیقه هستند و از نگاه ادبی با اصطلاح نادر هم گویم ارزنده هستند، با اون خاطر که شعرهای آنها خیلی زمینی است، در یک وقت خیلی پر احساس است. آره، نزاکت علیمزاده شاعره شیرین کلام و نازک ادایی است که شعرهایش دلنشینند و صحبتهایش گرم و صمیمی. بانوی خاکسار است و فرد وطن دوست و انسان دوست و زمینی. از عمق قلبش شعر میگوید، سفته و شاعرانه میگوید. چه دنیای زیبایی است عالم شاعران که سرتاپا آلوده خیالهای رنگین و اندیشه های جالب نباشد. در بهار پیش رو هم نامدی، آمدی یک روزی به فیض خزان. آمدی با صد جهان آرزو، آمدی با وعده های بیکران. نامدی در لحظه خوب بهار، تا گل افشان ماند از ما باغ عشق. فصل عشق ما خزان ریزان شده، مانده در دل جای شادی داغ عشق. گرچه در چشمان تو مکر نبود، بی وفایی بود از یادی تو دور. برده ای این دلی بیچاره آسان، برده ای از من تو شادی و سرور. رفته ای و مانده ام با یاد تو، در دلم عشق تو اسیان میکند. هر خزان ریز به یاد عشق تو، دیده ام را باز گریان میکند. این بانو دمی با الهام تازه رسیده‌اش در باغ سرسبز و خورم میان گلهای زیبا نشسته و
اندیشه از ایجاد شعر نوی می کند و به اندیشه‌اش شاعر پیوسته از درد دل مردم سخن می گوید و آنها را به طور نظم روی اوراق سفید می آورد و بدین وسیله می تواند که تربیتگری نسل جوان باشد. شاعره نزاکت علیم-زاده هم از زمره همون قلم به دستان است که راز دل خود را در شعرهایش انعکاس نموده است و همیشه مرغ الهام او را به این منزل زیبایی و باغ بهشت آسان می آورد و لحظه به قرائت شعری می پردازد. حیات بخش منی ای عزیز مادر من، تو متکای من و غمگسار و یاور من. به طفلیم تو چه خورشید آسمان بودی و ماهتاب شبم بر تو بود باور من. خمار مصلحت و هم نصیحتت دارم، نموده مشکلم آسان همیشه داور من. ز مهر گرم تو بالغ شدم رسا گشتم، فرشته خوی و معبود بخت آفر من. برغم قسمت خود استوار مانده قدم، به بردباری و صبرت تو بودی سرور من. کنون تو رفته و گشته این جهان خالی، خیال سرو قدت سبز مانده در بر من. شعر یک احساسی شاید خدادادی است و اون آدم رو مجبور میکند که خسته خمه به دست گرفته و رو بیرون کند. تو همون رو برای کاغذ نبیاریم، همون فکر ما رو عذاب میدهد، چون تولید طفل است که مادر تو اون رو تولد نکند، یعنی جان او وای نیست. وقت ساعتش که آمد باید تولد شود، تولد که نشد او مادر هیچ وقت خود را آسوده حس نمی کند. به مانند همین فکر میکنم هر یک شعر هم مثل فرزند است برای هر یک ایجادکار. چی شعری خوب است، چی شعری دلکش است، دلرس است، این ایجاد خود اوست و برای هر یک ایجادکار شعر خودش مال خودش است. همزمان نزاکت علیم و جماعتچی خیلی فعال هم هستند. همچون سروری یکی از تشکیلات‌های جمعیتی، اونها با زنها، با مشکلات زنها، با زندگی روزمره زنها خیلی سر و کار دارند و همین هم باعث شده است که یکی از سرچشمه‌های الهام، سرچشمه شعرهای اون کس با واسطه شناسایی با زنها، صحبت با زنهای گوناگون صورت میگیرد و چون شاعرهای دیگر البته آن چیزی که نزاکت بالای کاغذ میارد همه اون مشکلات زندگی شخصی خود او نیست. او با زنان گوناگون، با شخصیت های گوناگون هم صحبت شده درد دل آنها رو بالای کاغذ میبیارد و این خیلی واقعی میبراید و خواننده عزیز شاید گمان کند که این مشکلات خودی اوست در عمل و واقعا او یک شخص، یک زنی فعال، زنی در زندگی هم موفق است و باوری دارم او خوشبخت است، لیکن این کمبودی هر گونه یا شاید سرچشمه الهام هر گونه شاعران هم هست که آنها درد دل دیگران را هم روی کاغذ میبیارند و اون افاده همان روزه می باشد. بله، امروز این شاعره توانا و خوش سخن، زنی عاقله و مادر خوشبخت، مخلصان و هواداران زیاد خود را داشته پیوسته از پی ایجاد نو و تازه‌اش می باشد. مجموعه شعرهایش خمار دل، حریر محبت، آهنگ یادها و پرچم مهر بوده هنوز از آوان جوانی به شعرگویی شروع نموده اولین شعر خود را در سن 17 سالگی گفته بود که چنین است: از بهاری 17 امروز میگیرم نفس، در دل خود بار عشق نوجوانی میبرم. هوای عشق تو دارم عزیز دل، تو بیا، دل از جفای تو آزرده و خجل، تو بیا.
بیا که یاد تو از تن قرار من بیره بود. نه صبر مانده مرا در ضمیر دل. تو بیا، تو بی بهای و قدری تو را یقین دانم. نیابی نیز چو من دلبری اصیل. تو بیا، بیا که غنیمت بود متاع عمر. میان ما و تو جا نیست به یک قیل. تو بیا، دمی که دور زی من غم مرا خزان بکند. شود زی هستی تو نبض معتدل. تو بیا، جهان بی تو مرا مثل تنگ زندان است. من و تو تشنه هم مثل آب و گل. تو بیا، فراق روی تو سازد یقین پریشانم. بیا نگر تو به سویم به چشم دل. تو بیا، همیشه جان و تن و چشم و دل به راه تو چار. بیا همیشه بیا یار متصل. تو بیا. البته هر یک ایجادکار آرزوی نیت‌های خود را دارد. من هم آرزوهای خیلی عجایب و زیاد دارم. آرزوی اولین من همین است که شعرهای بهترین خود را ایجاد نکردم. من باوری دارم که روزی اگر به من وقت کفایگی کند شاید شعرهای بهترین من چاپ می شوند، کتاب های بهترین من به طبع می رسند. آرزو دارم بعضی گفتنی هایی که در چارچوبه نظم نمی گنجد آن را حتی به طور نثر برای کاغذ آرم. این البته همچون نویسنده اکنون نمیدونم که چقدر به من این چیز میسر می شود. البته هر یک انسان آرزو دارد، همین خیلی آرزو هم دارم. باز میخواهم در یکان موضوعی بعد جالب یک برای نوشتن داستان مشق کنم. حتی اندیشه منم همین است. ایجادکار مثل همون شمعی که فروزان است، روزی که او روشنایی نداد او خاموش میگردد. وقتی که انسان در وجودش جان دارد، تا روزی که جان دارد هر یک ایجادکار باید ایجاد کند. همون وقت باید ایجاد نکند که وای دلش از تپیدن مانده باشد. نزاکت علیمزاده درد دل خویش را توسط شعرهایش به سهم خواننده میرساند و خیلی ساده و روان و عامه‌فهم ایجاد میکند که به زودی در قلب هر یک نفر جای میگیرد. اصلا موضوع ایجادی این بانوی سخنور بیشتر مادر، وطن، عشق و محبت، وفا و بیوفایی، درد و دوری فراق یار دیرین، زندگی و روزگار تیره، تنهایی و غیره ها می باشند که او را تا امروز مشهور و محبوب همه دلها کرده اند. و باز اینچنین شاعره نزاکت در وصف کلاسیکان و بزرگان علم و ادبمان شعرها گفته است که استاد رودکی از جمله آنهاست. رودکی آغاز شعر او آغاز ماست. 100 زمان از هم گس است شعر او اما نکاست. بود شعرش بهز پند، بود پندش بهز قند. قطعه قطعه ساخت نظم، رشته رشته بند بند. تخم شعری فارسی کشته در دلهای ما، در ره باریک و تار کرده روشن راه ما. در فضیلت بود بیش از زمان خود بود پیش. بود زبانش نرم و ناب، بود دلش صد لخت و ریش. ناتوان بینان دور کرده بر جانش جفا، از خصومت ریختند گوهری چشمی ورا. اوز بینایان دور و از بخیلان لعین، با دلی حساس خود بود بیناتر یقین. شاعری ما کور نه، چشم دشمن کور شد. نام و شعری رودکی در جهان مشهور شد.